با سلام خدمت همراهان همیشگی، در خدمت شما هستیم. پس از وقفه کوتاه با تدریس بخش 5 از فصل 13 کتاب جیمز اسوارت، معادله خط و صفحه در فضای سه‌بعدی. ابتدا به بررسی معادله خط می‌پردازیم. یادآوری داشته باشیم از معادله خط در فضای دوبعدی یا در صفحه. شما به خاطر دارید در صفحه یا در فضای دوبعدی اگر میخواستم معادله یک خط رو بنویسم، کافی بود یک نقطه از اون خط رو داشته باشم و شیب خط رو. در این حالت میتونستیم به راحتی معادله خط رو به صورت وای منهای عرض نقطه مورد نظر مساوی m شیب خط در x منهای طول نقطه مورد نظر بنویسیم. اما در فضای سه‌بعدی چطور؟ یعنی اگر یک خط داشته باشم در فضا، به این ترتیب خط L رو در نظر بگیرید. یک خط در فضای سه‌بعدی باشه، نشون میدیم برای نوشتن معادله یک خط در فضای سه‌بعدی هم کافی هست من یک نقطه از خط رو داشته باشم و همچنین جهت خط رو. فرض کنید مثلا یک نقطه به این ترتیب نقطه P0 اینجا باشه و جهت خط. منظور از جهت خط یعنی چی؟ به عبارت دیگه جهت خط رو همیشه برداری تعیین میکنه که موازی هست با خط مورد نظر ما. یعنی اگر این بردار رو مثلا من در نظر بگیرم، بردار V با مؤلفه های A، B و C، اگر این بردار رو هم داشته باشم، بردار V که به این بردار حادی خط گفته میشه، هم میتونم معادله خط رو بنویسم. به چه ترتیب؟ ببینید اگر فرض کنید R0 بردار موقعیت نقطه P0 باشه و P هم نقطه دلخواه دیگری باشه روی خط که دنبال در واقع همین مقادیر X و Y و Z هستیم، هر نقطه دیگری روی خط باشه و فرض کنیم بردار R بردار موقعیت نقطه دلخواه P باشه. در این صورت با توجه به جمع بردارها من میتونم همچین جمعی رو بنویسم که بردار R، یعنی این بردار سبز رنگی که اینجا دارین میبینید، بردار R همینطور که ملاحظه میکنید برابر هست با جمع برداری بردارهای R0 به اضافه این بردار. این برداری که اینجا قرار داره. اما این بردار چه برداری هست؟ با توجه به اینکه این بردار موازی هست با بردار V، پس من میتونم به صورت مضربی از بردار V مثلا TV بنویسم. حالا اگر مقادیر رو جایگزین کنم با توجه به اینکه R بردار موقعیت نقطه P هست، پس X و Y و Z برابر است با X0 Y0 و Z0 به اضافه T برابر بردار A، B و C. حالا اگر جمع برداری رو اینجا انجام بدم، این میشه X0 به اضافه TA و Y0 به اضافه TB و Z0 به اضافه TC. به این ترتیب به راحتی مقادیری که دنبال اونها بودم، یعنی مقادیر X و Y و Z، به این ترتیب به دست میان. میتونم بنویسم
x برابر است با x0 به اضافه ta، y برابر است با y0 به اضافه tb و z برابر است با z0 به اضافه tc. به این ترتیب معادله خط L در فضای سه‌بعدی به دست میاد. به این معادلات پارامتری خط L نیز گفته میشه و ما این معادلات رو به این ترتیب اینجا پیدا کردیم. نوع دیگری هم از معادلات برای خط L داریم به نام معادلات متقارن خط L. یعنی اینکه اگر من از معادلات پارامتری مقدار t رو پیدا کنم از هر کدوم از اینها، مثلا از اولی t به دست میاد x منهای x0 بر a. به همین ترتیب از دوم و سوم هم، از معادلات دوم و سوم هم t به دست میاد. معادلات متقارن خط L رو میتونیم به این شکل بنویسیم: x منهای x0 تقسیم بر a مساوی y منهای y0 تقسیم بر b مساوی z منهای z0 تقسیم بر c. به این نوع معادلات متقارن خط L گفته میشه. در هر صورت با توجه به صورت سوال، اینکه از شما معادلات متقارن رو خواسته یا معادلات پارامتری، میتونین منظور کنین مقادیر و به راحتی معادلات رو به دست بیارید. نکته‌ای که در ارتباط با معادلات متقارن باید بهش دقت کنیم اینه که اگر بردار V که مؤلفه های اون گفتیم A و B و C هستن، فرض کنید یکی از مؤلفه ها مثلا مؤلفه A برابر با 0 باشه. در این صورت مسلماً خب ما نمیتونیم معادله متقارن رو به این شکل بالا بنویسیم، یعنی مخرج کسر نمیتونه 0 باشه. در این صورت معادلات متقارن به شکل x مساوی x0 و y منهای y0 تقسیم بر b مساوی z منهای z0 تقسیم بر c در میاد. به عبارت دیگه اون خط L در صفحه x مساوی x0 قرار داره. یا میتونه مثلا اگر به همین ترتیب به طور مشابه b برابر با 0 باشه، معادله متقارن به صورت y مساوی y0 و x منهای x0 تقسیم بر a مساوی z منهای z0 تقسیم بر c در میاد. و همچنین c 0 باشه، z برابر خواهد بود با z0 و معادلات به شکل x منهای x0 تقسیم بر a مساوی y منهای y0 تقسیم بر b خواهد بود. به مثال زیر دقت کنید. معادلات پارامتری و متقارن خط L گذرنده از نقطه P0 و موازی با بردار I به اضافه 4J منهای 2K را بنویسید. خب پس بردار V اگه به صورت مؤلفه ای بنویسم، مختصاتش رو برابر 1 4 و منفی 2 هست. مطابق آنچه که گفته شد به راحتی معادلات پارامتری به صورت x مساوی x0 یعنی 5 به اضافه 1t y مساوی y0 1 به اضافه 4t و z برابر است با 3 منهای 2t نوشته خواهد شد و معادلات متقارن هم برابر هست با x منهای 5 بر 1
مساوی وای منهای 1 بر عدد 4 و زد منهای 3 بر عدد منفی 2. به همین ترتیب در مثال 2 خواسته شده تا معادلات پارامتری و متقارن خطی که از دو نقطه A و B می‌گذرد را به دست آورید. در اینجا برای پیدا کردن خطی که از دو نقطه می‌گذره، فرض کنید مثلا این نقطه A باشه، این نقطه B باشه. اگه این خط رو بخوام معادلش رو بنویسم، با وجود این که بردار V رو ندارم مستقیما، اما میتونم بردار V رو همین برداری بگیرم که بین این دو نقطه هست، یعنی بردار آبی، چون دقیقاً جهت خط L رو به من میده، یا به عبارت دیگه موازی هست با خط L، پس برابر است با آبی 3 منهای 2 1 منفی 1 منهای 4 منفی 5 و 1 منهای منفی 3 برابر است با 4. بردار وی رو دارم. حالا یک نقطه از خط، مثلا این نقطه رو در نظر میگیرم، فرق نمیکنه، یا نقطه بی، هر کدوم رو در نظر گرفتیم. اگه آ رو در نظر بگیرم، x0 y0 و z0 این مقادیر خواهند بود. پس x برابر است با 2 به اضافه 1t، y برابر است با 4 منهای 5t و z برابر است با منفی 3 به اضافه 4t. و به همین ترتیب معادلات متقارن y من x منهای 2x0 بر 3 مساوی y منهای 4 بر منفی 5 مساوی z منهای منفی 3 z به اضافه 3 بر 1. در ادامه خواسته شده تا این خط صفحه x و y رو در چه نقطه‌ای قطع میکنه. برای اینکه ببینم در چه نقطه‌ای صفحه x و y رو قطع میکنه، یعنی z رو حالا در یکی از معادله ها، یا معادله پارامتری یا معادله متقارن، فرق نمیکنه. من اینجا راحت تر هست چون اینجا یک مؤلفه t هم اضافه داره، باید دوباره اونو هم پیدا کنم، پس راحت تر هست که اینجا z رو 0 قرار بدم. اگه z رو اینجا 0 قرار بدم، x منهای 2 بر 3 برابر خواهد بود با y منهای 4 بر منفی 5 مساوی 3. اینجا باید این 3/4 بوده دیگه، اینجا باید 4 رو جایگزین می‌کردیم، مساوی 3/4. اگه این معادله ها رو حل کنیم، از اینجا x و y به دست میان. مقدار x برابر خواهد بود با 11/4 و مقدار y برابر است با 1/4. در این حالت نقطه مورد نظر، این خط در چه نقطه صفحه x و y رو قطع میکنه؟ در نقطه 11/4 1/4 و 0. در هر صورت پس برای پیدا کردن معادله یک خط در فضای سه‌بعدی همواره در صورت سوال مفروضاتی داده میشه که شما بتونید اون جهت بردار و یک نقطه از اون خط رو، جهت خط و یک نقطه از خط رو پیدا کنید. دقت کنید در سوال‌های نظیر مثال قبل، اگر به جای اینکه معادله برداری خط L گذرنده از دو نقطه A و B رو بخواد، معادله پارامتری خطی، یعنی پاره خطی که بین این دو نقطه قرار داره، این پاره خط رو فقط بخواد، باز هم ما میتونیم معادله پارامتریشو یا معادله برداریشو بنویسیم. به چه ترتیب میتونیم معادله برداریشو بنویسیم؟ اگر بردار موقعیت متناظر با نقطه A رو R0 در نظر بگیرم و بردار موقعیت متناظر
متناظر با نقطه B رو R1 در نظر بگیرم، قبلا گفته بودیم دیگه اون معادله برداری اون خط L رو میخواستیم بنویسیم به صورت R یا RT مساوی بود با R0 به اضافه TV که V در واقع اون بردار حادی بود دیگه. در اینجا V همین بردار اگه در نظر بگیرم، بردار V رو همین بردار آبی گفتیم در نظر میگیریم. خب من میتونم به صورت برداری این معادله رو برای V بنویسم R1 منهای R0. در این صورت با جایگزین کردن V خواهیم داشت R برابر است با R0 به اضافه T در R1 منهای R0. اگر این معادله رو مرتب کنیم، در این صورت معادله برداری حاره خط از R0 تا R1 به چه صورت خواهد بود؟ به صورت RT برابر است با 1 منهای T R0 به اضافه T R1 که در اینجا مقادیر T هم همواره بین 0 و 1 قرار دارند. این میشه معادله برداری پاره خط از R0 تا R1. در مثال 3 کتاب خواسته شده تا نشان دهید خطهای L1 و L2 با معادلات پارامتری داده شده متنافرند. متنافر بودن یعنی اینکه این دو خط نه یکدیگر رو قطع میکنن در فضای سه‌بعدی و نه موازی هستند. به عبارت دیگه در صفحه های متفاوتی این خطها قرار دارن. پس نه همدیگر رو، طوری که نه همدیگر رو این دوتا بردار قطع نمی کنن، این خطها قطع نمی کنن و ضمناً موازی هم نیستن. میدونیم که در فضای سه‌بعدی میتونه این اتفاق بیفته. میگم به این دلیل که اینها در صفحه های متفاوتی هستن. خب برای اینکه ابتدا نشون بدیم موازی نیستن، من اگر بردار حادی خط L1 رو بنویسم، بردار حادی متناظر است با این مقادیری که کنار T قرار دارن دیگه. اینجا 1 3 و منفی 1 دیگه. این بردار حادی خط L1 و بردار حادی خط L2 یا بردار موازی با اون برابر است با 2 1 و 4 به ترتیب ضرایب S. خب این دوتا رو اگر نگاه کنیم، این دوتا بردارهای حادی که خودشون موازی خطهای L1 و L2 هستن، این دو خودشون با همدیگه موازی نیستن. به چه دلیل؟ به این دلیل که من نمیتونم بگم یکیشون مضرب اون یکیه یا مثلا اینها با همدیگه متناسب باشن. با یکدیگر متناسب نیستن، پس در واقع موازی نیستن. از طرف دیگه ادعا میکنیم که این دو خط یکدیگر رو هم قطع نمی کنن. چرا؟ چون اگر به فرض خلف، اگر فرض کنیم اینها یکدیگر رو قطع میکنن در یک نقطه، اگر مثلا اون نقطه رو در نظر بگیریم، پس مقادیر x، y و z با یکدیگر برابر میشن. پس 1 به اضافه 2t باید مساوی 2s باشن. مقادیر y با همدیگه برابر باشن، اون نقطه مورد نظر یا نقطه محل تلاقی، و مقادیر z رو هم مساوی قرار میدیم.
خب اگر ما این دو معادله رو در نظر بگیریم، این دو معادله اول رو حل کنیم، در یک دستگاه دو معادل دو مجهول حل کنیم، خواهیم داشت t مساوی هست با 11/5 و s برابر خواهد شد با 8/5. اما آیا این مقادیر t و s در معادله سوم صدق می کنند؟ 4 منهای 11/5 آیا برابر است با -3 به اضافه 32/5 که خواهیم دید اینها با همدیگه برابر نیستند، پس به تناقض میرسیم، یعنی مقدار t و s وجود نداره که در این معادلات صدق کنه، پس نقطه تلاقی وجود نداره. لذا این دو بردار یکدیگر رو هم قطع نمی کنند. این دو خط یکدیگر رو قطع نمی کنند، در نتیجه متنافر می باشند.